پیروزی در بیابان، بخش سوم، فصل 5. شاهراه الهی. خداوند تنها به دنبال یک تظاهر و جلوه بیرونی از تقدس نیست. او می‌خواهد قلب ما از درون تبدیل یابد. صدای ندا کننده در بیابان، راه خداوند را مهیا سازید و طریقی برای خدای ما در صحرا راست نمایید. اشعیا 40 آیه 3. بیابان محل شاهراه الهی است. در بیابان است که راه آماده می شود. اینجا راه یا جاده است به سوی زندگی متعال و بالا، یعنی روش تفکر و زیستن خداوند. زیرا خداوند می گوید که افکار من افکار شما نیست، طریقهای شما طریقهای من نی. زیرا چنان که آسمان از زمین بلندتر است، همچنان طریقهای من از طریقهای شما و افکار من از افکار شما بلندتر می باشد. اشعیا 55 آیات 8 و 9. افراد کمی در این جاده گام برداشتند، اما اکنون خداوند بسیاری را برای سفر در آن آماده می سازد. ما می توانیم این توصیف را در اشعیا 35 آیات 6 تا 8 ببینیم. آنگاه لنگان مثل غزال جست و خیز خواهند نمود و زبان گنگ خواهد سرایید، زیرا که آبها در بیابان و نهرها در صحرا خواهد جوشید و در آنجا شاهراهی و طریقی خواهد بود و به طریق مقدس نامیده خواهد شد. نجسان از آن عبور نخواهند کرد، بلکه آن به جهت ایشان خواهد بود و هر که در آن راه سالک شود، اگرچه هم جاهل باشد، گمراه نخواهد گردید. در بیابان است که این شاهراه الهی یافت می شود. این راه تقدس یا طریق مقدس نامیده می شود. یکی از معانی تقدس حالت یا چگونگی خالص بودن یا پاک بودن است. عیسی می گوید خوشا به حال پاکدلان، زیرا آنان خدا را خواهند دید. متی 5 آیه 8. راه رسیدن به زندگی برتر و متعالی تقدس یا قلبی پاک است. عیسی برای کلیسای ناپاک باز نمی گردد. او برای کلیسای بدون لکه و ننگ و عیب باز می گردد. بسیاری از ما تلاش می کنیم تا با اطاعت از قوانین و دستورات به تقدس برسیم و متاسفانه ناکام می مانیم. درست همانند یهودیان که سعی می کردند با نگاه داشتن شریعت به نجات برسند و نتوانستند. ما نیز قادر نیستیم با نگاه داشتن و اطاعت از قوانین و مقررات در مسیر تقدس گام برداریم. برخی سعی می‌کنند با شریعت گرایی و قانون زدگی و محدود کردن خودشان نسبت به چیزهای محسوس و دیدنی مثل آرایش نکردن، سختگیری زیاد در پوشش و لباس، نداشتن تلویزیون و غیره به تقدس برسند. همه این محدودیت‌های بیرونی تلاشی است برای رسیدن به پاکی درونی. اما خدا به دنبال یک تظاهر و جلوه بیرونی از تقدس نیست. او می‌خواهد قلب ما از درون تبدیل یابد. زیرا یک قلب پاک رفتار و سلوکی پاک پدید می‌آورد. عیسی در متی 20:26 می‌گوید ای فریسی کور، نخست درون پیاله و بشقاب را پاک کن که بیرونش نیز پاک خواهد شد. اگر قلب شما خالص و پاک باشد، تمایلی به پوشیدن لباسهای تحریک کننده ندارید. یک زن می تواند لباسی بپوشد که از سر تا پایش را پوشانده باشد، اما هنوز رفتارش اغوا کننده باشد. اما زن دیگر می تواند مایه 2 تکه پوشیده باشد، اما قلبی پاک داشته باشد. مردی می تواند به زندگی مشترکش که سالهاست ادامه داشته مباهات کند، در حالی که در دلش نسبت به زنان دیگر دچار شهوت است. آیا این تقدس است؟ اگر دل شما پاک باشد، یک تلویزیون در خانه‌تان موجب نمی‌گردد به دیدن برنامه‌های غیر اخلاقی متمایل شوید. برخی سعی می‌کنند بگویند اگر مسیحیان در خانه‌شان تلویزیون داشته باشند دنیوی هستند. یک قطعه از وسایل خانه نمی‌تواند بیانگر این باشد که شما دنیوی هستید یا نیستید. این قلب شماست که تعیین کننده است.
شما می توانید تلویزیونی در خانهتان نداشته باشید، اما همچنان در دل خود در پی شهوت باشید. اگر دلتان پاک باشد، آنگاه تنها متمایل به خواسته‌های خدا هستید. بیابان یکی از بوته‌های آزمایش الهی است که خدا برای پاک ساختن نیات و انگیزه‌های قلب ما از آن استفاده می‌کند. خدا اکنون و پیش از بازگشت به کلیسایش در مسیر فرایند پاک ساختن دلهای ماست. در باقی فصل‌های این بخش به چگونگی پاک ساختن کلیسا توسط خداوند پیش از بازگشت ثانویه‌اش می‌پردازیم. کتاب ملاکی نبی محور آغازین متن ما خواهد بود، زیرا ملاکی واپسین نبی عهد عتیق بود. او مأمور بود تا از آماده سازی و اتفاقات مربوط به بازگشت نخستین خداوند نبوت کند. 400 سال بعد بازگشت نخستین خداوند با فریاد یحیای تعمید دهنده در بیابان آغاز شد که گفت راه را برای خداوند آماده کنید. ما در دوران بازگشت ثانویه خداوند زندگی می‌کنیم. به طور موازی و همزمان آماده سازی قومش برای بازگشت نخستین و نیز ثانویه‌ای او را خواهیم دید. هر دو با پاک ساختن و تطهیر قوم در بیابان آغاز می‌شوند.